سلام. اگه میخوای یه میز قاسمی خوشمزه و فوری درست کنی با من همراه شو. مواد مورد نیاز: بادمجون کبابی، پیاز و سیر و تخم مرغ، رب یا گوجه کبابی، زردچوبه و فلفل سیاه و نمک. با چاقو روی بادمجونا چند تا شکاف ایجاد میکنیم و میذاریمشون رو آتیش تا کباب بشن. ریختن پیاز توی میز قاسمی دل بخواه، شما میتونید استفاده نکنید. من سیرا رو از قبل خورد میکنم، توی فریزر نگهداری میکنم. هم باعث میشه که عطر و طعم سیرا حفظ بشه و هم موقع استفاده راحت تر باشم. وقتی که پیازم نرم شد، سیراها رو هم اضافه میکنم و بهش فرصت میدم تا موادم سبک بشه. بعد از اون زردچوبه و فلفل سیاه رو هم میریزم و شما میتونید گوجه رو کباب کنید و اضافه کنید یا مثل من از رب استفاده کنید. 2 قاشق رب میزنم. بعد از اینکه ربم سرخ شد، بادمجونای کباب شده رو هم اضافه میکنم. نمک رو هم میریزم و بهش 5-6 دقیقه زمان میدم تا موادمون خوب با هم دیگه ترکیبش رو به خورد هم دیگه بره. بعد از اون تخم مرغ رو هم میشکنیم. وقتی که تخم مرغ رو اضافه کردیم، آروم باید همش بزنیم تا به خورد بادمجونامون بره. یه 4-5 دقیقه که بگذره، کاملا میز قاسمی ما آماده میشه. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. بعداً توی ویدیو مفصل بهتون توضیح خواهم داد که چجوری سیراتون رو تازه و سالم نگهداری کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک فراموش نشه.